صبح روز 16 تون بخیر. میخوایم با هم دیگه بازگاهانمون رو داشته باشیم دوباره امروز از همین Moment of Peace in the Presence of God کتاب شروع میکنیم. امروز صحبتمون در مورد صورت بخشش هستش. صورت بخشش در آفرینش 33:10 یعقوب به عیسی اینو میگه خواهش میکنم اگر به من لطف داری هدایای مرا قبول کن. دیدن روی تو برای من مثل این است که روی خداوند را دیدم. و بعد در دوم قرنتیان داریم که صحبت میکنه از دوم قرنتیان 2:7-8. میگه که پس اکنون شما باید او را ببخشید و دلداری دهید، مبادا غم و اندوه زیاد او را از پای درآورد. بنابراین من از شما خواهش میکنم که محبت خود را دوباره به او ثابت کنید. وقتی یعقوب داره میاد، یعقوب برای سالها از این ملاقات با برادرش عیسی خیلی میترسید. برای چی؟ برای اینکه واقعا کارهای بدی در مورد عیسی انجام داده بود. اولا با هیرو نیلنگ اون حق اولین پسر اول رو ازش دزدید. دوم اینکه خودش رو به جای عیسی جا زد و پیش پدرش رفت و تمام برکاتی رو که عیسی باید میگرفت یعقوب گرفت و بعد از جا فرار کرد. واسه همین همیشه از این میترسید که اولا عیسی رو بکشه، دوم اینکه میترسید که او هیچ وقت او رو نبخشه. ولی وقتی که یعقوب اومد و برگشت و این هدایاشو فرستاد، عیسی وقتی که اومد و وقتی یعقوب دید دوید و او رو بغل کرد و بوسید. و این خیلی برای یعقوب مهم بود که بدونه که برادرش عیسی رو بخشیده. پس بنابراین اگه کسی در زندگی شما هست، زندگی ما هست که نبخشیدیشون، احتیاج به بخشش دارن، این کار رو برای خداوند عیسی مسیح انجام بدید. و اینکه پولس در دوم قرنتیان میگه که مطمئن باشین که این کار رو انجام بدید و اون صورت بخشش رو، صورت عیسی که با بخشش به سمت برادرش اومد، اون صورت رو نشون بدید، برای اینکه اون صورت بخششه که باعث میشه اون شخص دیگه هم احساس بکنه که بخشیده شده و بتونه ادامه بده. و همچنین برای خود ما خیلی مهمه، وقتی میبخشیم قلبمون راحت میشه، میدونیم که میتونیم بریم جلو. اگه کسی در زندگیاتون هست که نبخشیدید، که در حقاً به حقتون بدی کرده، ببخشید. و اگر کسی اومده از شما طلب بخشش میکنه، ببخشید و ببینید خداوند چطور برکاتش رو در شما زیاد میکنه. اضطراب، نگرانی، ناراحتی، تمام اینها رو از بین میبره. پس امروز اجازه بدین صورت بخشش رو به یکدیگه نشون بدیم. خداوند عیسی مسیح باهاتون باشه. فراموش نکنین فردا ساعت 11 صبح محبت.ca اونجا برنامه زندمون پخش میشه و تمام اینا رو میتونیم اونجا پیدا بکنیم. تا فردا موضوع خودتون باشین. خداوند، عشق خداوند پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و همراهی روح القدس با شما باشه. آمین.